سلام افغانستان، سلام وطندارای عزیزم. امیدوار هستم خوب و صحت و سر حال باشین و به دور از گزند روزگار در کنار فامیل عزیزتان خوش و آرام باشین. باز هم اشما معصومی از چینل یوتیوب پنجره افغانستان در خدمت شما عزیزا هستم. همچنان دوستا لایک، فالو، سابسکرایب و کامنت را در صفحه ما فراموش نکنین. منتظر کامنت های زیبای شما عزیزا هستیم. امروز هم آمدیم به یکی از برنامه‌های جالب دیدنی بر شما داشته باشیم. به یکی از موتر فروشی های شهر کابل آمدیم. در برنامه با ما همراه باشید. عزیز، قسمی که در اول برنامه براتون گفته بودم، آمدیم به یکی از موتر فروشی های شهر کابل، البته موتر فروشی و نمایشگاه موتر که به نام موتر فروشی غبار است و فعلا هم مسئول اینجا را با خود داریم. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم همشیره، خوش آمدید. سلامت باشین. خود را معرفی کنین کاملا در خدمت. عبیدالحق میرزاد هستم، مسئول موتر فروشی غبار. بسیار تشکر. چی مدت میشه که اینجا کار میکنین؟ یک دو سال میشه که در این موقع آمدیم، قبلا تجربه کاری داریم. خب اولین سوالی که میخوایم بکنم این است که موتر که جدید آوردین کدام است؟ فعلا یک 4 موتر ما رسید از امریکا. یکی موتر کرولای 2021 است. بله، بفرمایید. این مدل 21 است. رنگ جگری. خب موتر یک سوخته پاک منظم است. این نوع تازه از امریکا رسیده برای ما. استاد خوشم میتونین ببینین. بسیار یک موتر زیبا و مقبول است. مدل سال است دیگه، موتر فعلا مدل سال. قیمت این موتر چند است؟ قیمت این موتر ما در دو حالت سودا میکنیم، یکی مکتوب یکی با پلیت. اگر با پلیت سودا کنیم $16,000، اگر مکتوب سودا کنیم $15,000. قسم شما ادعا شدین در این اواخر موترهای بی پلیت جمع میکنن. بله. باز خرید فروش اینا به شما کدام مشکل نداره؟ ما اصلا کار اون موترها را نمیکنیم، چون خودم وارد میکنیم از دبی از امریکا، موصول میکنیم، پلیت میکنیم، سودا میکنیم. ما چون کار موتر 1 کیلو و 200 نمیکنیم. خب میشه بر ما بگین که قیمت ترین موترتون کدام است؟ قیمت ترین موتر ما را فعلا سودا کردیم تا $36,000 داریم موتر. خب بریم ببینیم. چرا نه؟ امی است. این موتر است. لند کروزر GXR مدل 2013 من 6 پلیتاش است. موتر بسیار نو است دیگه، موتر نشد. قیمت ترین موترتان همی است. فعلا نمی است. داشتیم سودا کردیم. خب ارزان ترین موتر در بین اینا کدام است؟ ارزان ترین موتر ما والا ارزان ترین موتر ما امکان داره که همین موتر باشه. خب نام این موتر چیه؟ این موتر کراس رود نام داره، 2010 مدلش است. بسیار خوب. دست راست است. دیگه مسئله معقد داره. بسیار خوب. خب میشه برای ما بگین که بیشتر مردم کدام موترها را میخرن؟ فعلا بیشتر در موقعی که ما قرار داریم در سایه دیبوری، مشتری ما زیادتر موتر شاسی بلند خوشدار است. شما خودتان کدام موتر زیاد دوست دارید؟ شخصا من خودم لند کروزر خوش دارم و موتر که زیر پای موتر جگری است. خب میشه بر ما یک مختصر بگین که در خرید فروش موتر باید کدام نکات یک فروشنده در نظر بگیره؟ ولی چند نقطه بسیار اساسی است که باید در نظر گرفته شود، چون در اواخر بعضی از اشخاص در کسب داخل شده که کمک عامیانه بگویم نامبد ساختن کسب. دیگه بعضی نقطه است که باید بسیار چیزی که جنس کس باید به مو حالت کس به مو حالت سودا شود، یا چپه است جور گفته سودا میشه، یا بریدگی است، یا اسنادش ناقص است. این چیزها را باید که میخوای موتر فروشی که در یک جایی است که نامش نشانش زیر سوال نره، باید که این نقطه را در نظر بگیره. جنسی را که میخرد جنس پاک بخره، پس جنس پاک سودا کنه. خب در طول مدتی که کار میکنین در این مسلک کدام وقت شده که مشتری اصلا راضی نبوده باشه؟ آدم صادقانه صحبت کنه، طبعا که هر گروه انسان آدم سر میخوره. ما تعریف از خود نمیکنیم که ما خوب هستیم، شاید از خالیگاه از ما بوده باشه یا شاید خالیگاه از جنای مقابل بوده باشه. طبعا نه، یک تا آدم سر میخوره. بله. کدام خاطره جالب دارین در طول مدت؟ والا خاطره جالب دارم، بله. بلکه از وطندارای ما موتر سودا کرده بودیم که نو از خارج آمده بود. او به شوی فکر میکرد که گویا که موترها بیمه است. اگه تایرشان پنچر میشد بر ما زنگ میزد، اگر تیلم خلاص میکرد میگفت که موتر یک موتر کلاسیک بود، میگفت سویچ تیلش کجاست،
خب بسیار کدش بذاب بوده تا که یک روز شاندیمش قنات دادیمش که سیستم خارج تا افغانستان بسیار تفاوت داره. به خاطر جالب هم که تاترش و پنچر شد دوم زنگ. خب میشه بر ما درباره دیگه موترهایتان معلومات بدین که دیگه چند نوع موتر دارین و چی تعداد موتر است در موتر فروشی شما؟ ما اینجا الحمدلله یک 40 دانه موتر موجود داریم. هر نوع موتر داریم. زیادتر ما کار شاسی بلند میکنیم، لکسس، لند کروزر، فرونر، همین مدل ها را، تندرا، دیگه همین مدل موتر ها را کار شده. کدام برند خیلی مردم خوش میکنن؟ کدام برند زیاد دوست داره؟ فعلا دمی شهر بازار خوشدار داره لند کروزر است، لکسس است، لکسس پارادوس، لند کروزر پارادوس، فرونر است. موتور شاسی بلند است. خب میریم دوستا اینجا قسمی که گفتن بر ما که 40 دانه موتر است فعلا. میریم یکی یکی تمام از اینا رو میبینیم تا بر ما معلومات بدن. خب دوستای عزیز، معرفی رو از این موتر آغاز میکنیم. بر ما بگین که نام این موتر چی است، کدام مدل است و داخلش هم این موتر ما سالش 2014 است. بسیار خوب. موتر ام جی است، منس است. موتر فول آپشن نوارد است. قیمتش چند است؟ قیمت این موتر ما با قیمت 13500 دلار است. بسیار. بله. خب درباره داخلش میشه بر ما معلومات بدین؟ موتر فول آپشن آمده. فول آپشن است، داخل زرد آمده. دیگه ساندروف داره. موتر بسیار آپشنش بالاست. بریم طرف موترهای دیگر رو ببینیم. یک موتر خیلی زیبا بودیم. و موتر بعدی که این موتر ما تازه نو از امریکا رسیده. بسیار خوب. بله تقریبا دیروزی رسید. بخیر مدل موتر ما 2008 است. چرا نه 2008 است. لکسس پارادوس نوارد است. گشتش در افغانستان هیچ نداره. دیگه موتر از یک بسیار یک کاملا جدید است. بیخی یک موتر متفاوت است. چون این از یک آدم بسیار یک شخص بسیار شوقی بوده در امریکا هم که بسیار یک دیکور بالا کرده موتر میتونه که کامرامن بگیره. تایر ویل هم بسیار از تایر بسیار خاص مخصوص است که دیگه هیچ شما ببینید دیکور که در این موتر است و تایرش خیلی زیباست که در دیگه موترها نیست. یک چیز خاص آمده. در خود امریکا هم یک چیز خاص جور شده و این دیکورش هم که میبینید در هر موتر نیست. هر مشتری ما میگه که در کجا دیکور کردیم، ما میگیم که ما اینو دیکور نکردیم که در گوگل هم میزنید همین آپشن هم میکشه. بله. بیشتر موترها رو که وارد میکنین از کدام کشور است؟ معمولا در این شرایط فعلی از دو کشور وارد میشه. یکی از امارات است، از امارات و دوم دیگه از امریکا است. بله. دیگه از امریکا است. موترهای دیگر رو برام معرفی کنین؟ بفرمایید. این دیگه موتر ما هم تازه رسیده. لکسس پارادوس. مدلش 2007 است. نوارد است. کاملا هیچ گشت نداره در افغانستان. بسیار یک موتر که خاص، یک موتر که خوبش نه. بسیار مقبول است. رنگ سفید مقبول. دوستان میتونید داخلش هم ببینین. بسیار یک موتر زیبا. درباره داخل از این برام معلومات بدین؟ داخل از زرد است، 3 سیت است. دیگه هر کندیشن داره، یخچال داره. بسیار خوب. موتر دیگه تا سیت آخرش هر کندیشن داره. فول آپشن است. 3 سیت مکمل است. ساندروف داره. تمام موترهای تانم قسم می باشد. هر کندیشن یخچال. بله. بالا یک چیز اساسی بر ما اینی است که باید همه چیز موتر فعال منظم باشه با وجود ایر کندیشن، چون یک چیز اساسی است. بله، خصوصا در گرما. برای هوای فعلی که ما شما قرار داریم، دیگه ایر کندیشن یک چیز ضروری است. میریم دوستا طرف موتر بعدی ببینیم که این موتر ما تویوتا لند کروزر است. چه یک رنگ داره؟ بله، پالت منفیش 8 داره. بسیار خوب. یک موتر که بسیار خاص است، خاص جور شده. تایر ویلش هم خاص است و واتر پروف هم است این موتر. دیگه 6 سالند پترول است موتر. از کدام کشوری رو وارد کرده؟ این از خلیج است. از دبی وارد شده موتر. میشه واسش کنید؟ چرا نه؟ میتونه که. این موتر ما هم یخچال داره، هم ایر کندیشن داره، 3 سیت مکمل است. داخلش هم فکر کنم دیکور افغانی شده. بله. موتری است که میایم با این موتر خانه میریم. خب موتر بعدی رو می‌بینیم دوستا. اینجا نام خدا موترها زیاد است و هر کدامش از یکی زیباتر، مقبولتر، بیخی دل آدمو میشه دیگه. خلاصه یک موتر بسیار خاص داریم، تندرا.
خب تندرا یکی از خوشدارترین موتر است که 8 سالند است این موتر ما. پلیت نو است دیگه، لیمیتد فول آپشن 4 دروازه پورا تبدار است. بسیار خوب. از کدام کشور واردش کردین؟ این از امریکا وارد شده. بسیار و- خوشدارم در این موتر. بسیار، بله. بله. داخلش چطور؟ داخلش بسیار منظم، بسیار نو. میشه که نشان بدین؟ بفرمایید شما. بله دوستا میتونین که ببینین داخل موتر رو. این موتر فول آپشن لیمیتد است. بسیار خوب. هم ساندروف داره و 4 دروازه مکمل است. بسیار. فرقی موتر با موترهای دیگه چی است؟ یک موتری است که موتر بردان چه رقم بگویم، تفریحی، چکری، میله‌ای، شوقی که میگن. شوقی میگن ها. چون بسیار 4 نفر راحت میتونن دستید پسرش بشینه. دیگه بسیار یک جلو راحت داره. موتر شاسی بلند معمولا بخصوص این موتر بسیار یک راحت جلو هم داره. خوشدار بسیار زیاد. بله دوستا، از وقت که آمدیم اینجا یک موتر که خیلی توجه مرا جلب کرده، موتر کامیل دپولیم است، رنگ زیبا و کاملا متفاوت از بین موترهایی که اینجا است. درباره از این به ما معلومات بدید. این موتر ما چیز است، تویوتا لند کروزر سیمرغ میگن. سیمرغ است. بچه حسابی سیمرغ میگن. بسیار نام جالب. امی یک چیز است، نامی است که سرش مانده شده. بسیار خوب. دیگه بسیار یک لقب گرفته در بین مردم افغانستان. خب بسیار یک موتر کامیاب، موفق، موترایی است که بسیار مردمایی که در اطراف زندگی میکنن بسیار قوی است. دیگه بسیار یک موتر که خوب شام است. مصرفشان هم کم است. قیمت ازی $12,000 است. جرامت دیگه داره. یک چیز جرامت داره که مدلش پایین است. اگه مدلش بالا باشه نمیشه ما سودا کردیم تا $35,000. این مدلش پایین است. داخل از این چطور؟ داخلش بسیار منظم. بسیار خوب. گرچه مدلش پایین است، بسیار موتر پاک منظم. میتونید شما ببینید. دوستا میتونین که ببینین داخلش خیلی ها منظم است. این موتر ما هر کندیشن، کمک، همه چیزش فعال است. بسیار یک موتر که خوبش است که ایر کندیشن، یخچال هم داره است، نه؟ یخچال این مدل نداره. یخچال نداره ولی ایر کندیشن فعال است. خیلی ها خوب است. میریم طرف موتر بعدی. خب آجی صاحب میشه بر ما بگین که این موتر کدام مدل است؟ این سالش سال 2007 است، لکسس پارادوس. موتر بسیار ثابت است. دیگه سال 2007 تولید شده. قیمتش؟ قیمت ازی $15,000 است. بله. از کدام کشور؟ از کشور امریکا وارد شده. بله. داخلش داخل پاک، منظم، همه چیزش ستر است. میتونید که یک تماشا کنید. فکر کنم رنگ ازی سیاه نیست، سرمه‌ای رنگ است. بله بسیار مقبول است. این هم مدل موتر تندرای دیگه است. این رنگ سرمه‌ایش. رنگ سرمه‌ایش است. این موتر ما باز نیمه آپشن است. خب نیمه آپشن است، 1.5 دروازه است. نگو فول آپشن است، این نیمه آپشن است. فول آپشن 4 دروازه می داشته 4 دروازه می ساندروف می. بازی 1.5 دروازه است. این موتر که ما هم ثابت است. ایران از امریکا وارد کردین؟ این قبلا وارد شده. بله. و داخلش هم مثل موترهای قبلی؟ بله مثل موترهای قبلی ما بسیار ستره، پاک، منظم. ما معمولا در موتر فروشی ما در این نمایشگاه ما هیچ موتری که خراب باشه یا ناقص باشه استاد نمیکنیم. خب آجی صاحب درباره این موتر ما معلومات بدین که این موترتان قیمتش چند است، از کدام کشور وارد کردین، معلومات کامل درباره داخلش، بیرونش، تایرش، تمامش. این مدل موتر ما 2007 است، لکسس پارادوس. و این موتر ما بسیار یک دکور خاص در دبی شده داخلش که با سیستم بسیار از دبی وارد کردین؟ نه، از امریکا آمده. این موتر امریکایی است. معمولا کل موترها ژاپنی است، با فرمایش هر کشور است. دیگه دکور داخل موتر بسیار یک دکور تزیین بسیار بالا شده، در دبی شده. میتونید که یک ویدیو هم بگیرین از این. 2007 است، لکسس پارادوس. درباره داخلش هم باشه دیگه بسیار یک چیز خاص است. بسیار یک چیز خاص است. اینجا در افغانستان تا چیز کسی جور کردن نمیتونه. درباره داخلش شاید بتونن به این حد که ستره است منظم است نمیتونن. درباره داخلش به ما معلومات بدین که سیتش، شیشه‌اش، تمامش. این موتر داخلش نارنجی جور شده در دبی. بسیار شوقی، بسیار مصرف گزاف شده دیگه. 3 سیت مکمل است، ساندروف داره. دیگه شیشه‌اش از کمپانی دودی آمده است.
دیگه ما دستش نزدیم. دیگه بسیار یک موتور ثابت، بسیار یک موتور خوب. مصرفش چطور است در تیل؟ خوب است دیگه، معمولا شاسی بلندی لکسس پارادو لکسس کاس ای سالانه است. دیگه خوب است. موتوری که نو باشه مصرفش کم است. کدام موتورایتان بیشتر تیل مصرف میکنن و کدامش کمتر؟ والا شاسی بلند خب معمولا مصرف تیلشون زیاد است. موتور نوش که باشه قدر نیست. اگر کسی موتور بیاره که موتور خود بفروشه باز شما میخرین؟ بله، اگه موتور سترا باشه، نو باشه، چلیدگی نباشه، کدام نقص نواقص عیبی نداشته باشه، بله قناعت ما حاصل شود میخریم، مشکل نداریم. قیمت این موتور چند گفتیم؟ قیمت این موتور ما 15,500 دلار است. بله. و موتور بعدی را میبینیم دوستا؟ موتور بعدی هم لکسس پارادوز 2006 است. دیگه این موتور ما همچنان از کشور امریکا وارد شده با رنگ سیاه. این موتور هم یک موتور که خوبش، موتور که ستر است. قیمتش چند است؟ قیمت از 17,000 دلار است. 17,000. و مصرفش در تیل؟ ای سالانه است دیگه. ام رقم از این بله ما ولی شما نگوین که چون لکس پارادو چرا زیاد داره. ما مشتریش داریم. بله. مشتری ما تقاضا میکنه. ما فرمایش گرفتیم که این دو موتور از امریکا خریداری کردیم، آوردیم که در این روزا مشتری ما میبرندشان. نظر به فرمایش وارد میکنیم. بله. به نظر به فرمایش هم باز ما در مسیر رام سودا میکنیم. فعلا ما مشتری لکس پارادو زیاد داریم. بالگای هوروسی است. بسیار یک موتور مفشنگ، بسیار یک موتور خوبه. بسیار یک موتور مصرف گذاف شده. این موتور والگای هوروسی است. بسیار. والگای هوروسی است، بسیار یک موتور کلاسیک است. ما همیشه وقت در برنامه خود گفتیم در موتور فروشی خوبار، در نمایشگاه موتور فروشی خوبار 1 تا 2 تا موتور کلاسیک همیشه وقت می باشه. این موتور ما سابق اینجاست یا که تازه شما؟ ما رو تازه آوردیم، دستکاری کردیم، جور کردیم، منظم کردیم. دیگه ما تمام مصرف خودتان کردیم. بله من شخصا خودم خوشدار موتور کلاسیک هستم. بازی که مشتری تقاضا میکنه که سودا میکنه، ما باز جبران سر خود قبولانم که دیگه باید داشته باشه. دیگه همیشه وقت موتورا خوشدار خود را داره. خوشدار خود داره، همیشه وقت که پیش ما به هر نوع موتور کلاسیک 1 تا 2 دانه پیش ما هست. خب آدیسه آمدیم ایستم طرف موتورای در ردیف موتور شاسی پخش آمدیم. در ابتدا با معرفی میگیرم براتون هکوای 2015 دست راسته. دیگه بسیار یک موتور که ستره، بسیار موتور نو، چلیدگی افغانستان هیچ نیست. موتور کاملا کانتینری است. قیمتش چند است؟ قیمت این موتور ما 7,500 دلار است. از کدام کشور وارد کردیم؟ یا معمولا دیگه از دبی میایه. کشورهای مثلا ژاپن زیادتر از اون کشور وارد میشه چون دست راسته است. میشه داخلشون؟ چرا نه، بفرمایید. از سمت اگه ببینیم خوبتر میشه. بله بسیار منظم است. دیگه بسیار کم مصرف است این موتور. این موتور هایبرد است. تیل هم میخوره و هایبرد هم از برقی است. و چی امکانات در داخلش است؟ بسیار سهولت ها داره این موتور. ایرکندیشن داره، سیستم جی بی ال داره، فول آپشن است دیگه این موتور ما. بریم طرف موتور بعدی. بریم با موتور بعدی. تویوتا کرولای 2013 اسپلاس تابدار نوارد با رنگ سفید. این موتور هم فعلا خوشدار بسیار زیاد داره. قیمت این موتورتون چند است؟ موتور مدل 2013 خوشدار زیاد داره. قیمتش چند است؟ قیمت این موتور ما 14,000 دلار است. این هم نوارد است. اتومات است یا؟ اتومات است یا کلش اتومات میباشه. بله. مصرفش در تیل چطور است؟ کم است. یا موتورای خرد است، مصرفشان کم است. و از کدام کشور وارد کردین؟ این رو از امریکا وارد کردیم. رنگ سیلوری. و از کدام کشور؟ گفتم کلش امریکا است. بله. مصرفشان هم در تیل یکسان است. کم است. بله کم است.
و دوستای هم موتر دیگه. این موتر بعدی ما مارکس است، ژاپنی است، دست راست است، پلیت کابل، 6 سیلندر پترول، موتور که گشت نداره، بسیار ستره است، موتور نو است. با این موتر بعدی می بیم دبلیو است. بیم دبلیو نیمه شاسی بلند، بسیار یک موتر نو، بسیار یک موتر منظم، موتور کانتینری نو کنید شده. یک موتور خاص است، هم نیمه شاسی بلند. بله دوستا میتونین داخلشون ببینین. بله. و بسیار یک موتر مقبول است. ما خیلی نامی موتر شنیدیم. تشکر میکنم از شما، همراه ما به زحمت شدین و تمام موترها رو به ما معرفی کردن. حاجی صاحب زنده و سلامت باشین. بخیر سلامت باشین. ما در خدمت شما هستیم. هر زمانی که سر زدی با جای فقیرانه ما در خدمتتان. زنده و سلامت هر هم خدمتی باشه ما در خدمت هستیم. در اخیر اگر کدام پیام دارین کامرا در خدمتتان است. کدام پیام خاصی ندارم. هر دوست مشتری وطنداری که ما نمایشگاه موتر فروشی غبار در خدمتشان است با تخفیف خوب، جنس خوب، انشالله چیزی به مشتری خود، به وطندارای خود آنها تسلیمی میتیم که راضی باشه. خب دوستای عزیز، تشکر میکنم از شما که تا این دم در برنامه با ما همراه بودین. امیدوار هستم برنامه براتون جالب دیدنی بوده باشه و لایک، فالو، سابسکرایب و کامنت را در صفحه پنجره افغانستان فراموش نکنین. ما را حمایت کنین تا برنامه بعد. خدا نگهدار.